در 6 ژوئن 1954 ادواردو آنیلی در خانواده‌ای بسیار ثروتمند ملقب به پادشاه ایتالیا به دنیا آمد. پدرش سناتور جیووانی آنیلی ایتالیایی و مادرش زنی یهودی تبار بود. هیچ کس نمی‌دانست بینش و بصیرت این نوزاد روزی او را از دیار شرک و ظلم به سمت مذهب شیعه می‌کشاند. او دکترای خود را در رشته فلسفه ادیان و تمدن شرق از دانشگاه پرینستون ایالات متحده اخذ کرد. 20 ساله بود که بر حسب اتفاق در کتابخانه چشمش به قرآن کریم افتاد. با ذهنیتی پر از پرسش ترجمه اش را مطالعه کرد. در آن متوجه آسمانی بودن این کتاب شد. بعد از این قضیه بود که ادواردو به یک مرکز اسلامی در نیویورک رفت. در آنجا درخواستش را برای مسلمان شدن ارائه نمود و نام هشام عزیز را برای خود انتخاب کرد. اولین آشنایی وی با تشیع و انقلاب اسلامی از طریق تماشای یکی از مصاحبه‌های دکتر محمد حسن قدیری ادیانه، رایزن مطبوعاتی سفارت ایران در ایتالیا بود. او پس از گرویدن به مذهب تشیع نام مهدی را انتخاب کرد. مهدی چندین بار به ایران سفر کرد. دیدار با امام خمینی رحمت الله علیه در فروردین ماه سال 1360 نقطه عطفی در زندگی وی بود. مهدی آنیلی در حمایت از مظلومان جنایات صهیونیست‌ها را محکوم می‌کرد. او برای دفاع از مردم مظلوم فلسطین حتی با نخست وزیر ایتالیا تماس تلفنی می‌گرفت. بیداری اسلامی در فردی با چنین خانواده‌ای که از نظر ثروت و نفوذ سیاسی جزء ضرب المثل‌های جهان بود، برای یهود و صهیونیسم گران تمام می‌شد، به طوری که او خود مرگ خیش را پیش بینی کرده بود. مهدی آنیلی می‌دانست که آنها او را به خاطر اسلام آوردنش خواهند کشت. سرانجام در ماجرای ساختگی جسد وی در کنار رودخانه زیر پل رومانو پیدا شد. صهیونیست‌ها نمی‌خواستند او الگوی زنده‌ای برای حقیقت روشن اسلام باشد، بنابراین او را کشتند تا بمیرد، اما غافل از اینکه شهید تا ابد زنده است.